10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهگار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهگار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهگار میشود. با ذکر مشغول باشید. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهگار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد، کسی سلام میدهد وی گناهگار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن، اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری، یعنی یک آدم کتاب آورده است، یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهگار می شود. با وقتی بول و براز، یعنی آدم وقتی در حاجت خانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجت خانه درآید وی را در حاجت خانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهگار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهگار میشود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدام یا دست میگیره سلام میکنه، این سلام جایز نیست. وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که به پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام.